سلام، من صبا هستم، مهندس عمران و اینجا هستم که از دل چالش‌ها یه سبای قوی تری برای خودم درست بکنم. من یه چالش 75 روزه برای خودم طراحی کردم که این چالش 75 روزه فقط برای این نیست که من بتونم مهندس موفقی بشم، برای اینه که هم مهندس موفقی بشم و هم انسان بهتری بشم و اون چیزی که از خودم توی رویاهام بوده رو برای خودم بهش نزدیک‌تر بشم. من توی دفتر طراحی کار میکردم، حقوقم خوب بود، مسیر شغلی مشخصی داشتم و داشتم تک تک پله‌های موفقیت رو میرفتم بالا و از شهریور 1400 که من دفاع پایان نامم بود تا شهریور 1403 که من کامل از کار اومدم بیرون، اینطوری بودم که دیگه توی دفتر تبدیل شده بودم به مهندس طراح ارشد و همه سازهای طراحی میکردم، ساختمانی، صنعتی، فولادی، بتونی و توی همه اینا واقعا به سطح زیادی از اعتماد به نفس رسیده بودم. و اینطوری بودم که خب خیلی دیگه جایگاهم خیلی خوبه، خیلی حس خوبی دارم و اینا، ولی یه روزی در کنار همه اینا که آره من چقدر حالم خوبه و اینا، دیدم که نه انگار واقعا حالم خوب نیست. از اون چیزی که میخواستم و تمام عمرم براش تلاش کردم خیلی فاصله گرفتم. من فقط شدم یک کارمند، یک کسی که یک حاشیه امن خیلی قوی داره، یک کسی که خیلی در تلاش بودم که مثلا امروزم با دیروزم فرق کنه، ولی در نهایت همون بود. صبح بلند شو، برو سر کار، برای بقیه کار بکن و تا ساعت 7 و 8 شب و دوباره بیا، فردا دوباره تکرار. و به این نتیجه رسیدم که نه، این اون زندگی نیست که من میخوام و شروع کردم به کند و کار کردن که مسیرهایی که هست چیه. چون ما رشتهمون یه رشته‌ایه که مثل خیلی بیشتر رشته‌ها خیلی زمینه‌های باز داره و فهمیدم که اول از همه باید آزمون محاسبات، مهر محاسبات داشته باشم. شروع کردم به پرسجو که آره اینا که مهر گرفتن و اینا، همین گفتن نه، چند سال اخیر خیلی آزمون محاسبات سنگین شده، جوری که مثلا توی استان اصفهان ممکنه کلاً 5-6 نفر توی این آزمون قبول بشن و نه نمی‌صرفه. چرا وقتتو تلف بکنی؟ تو که الان کارتو داری، درآمدتو داری، خب چرا می‌خوای بری همچین ریسکی بکنی؟ چرا می‌خوای این کارو بکنی؟ ولی من ته دلم این بود که وقتی که من این مهر رو نداشته باشم انگار هنوز مهندس نبودم. ته دلم اینطوری بود که نه، من اون مهر رو میخوام، چون اگه اون مهر نداشته باشم هیچ وقت نمیتونم خودم برای خودم کار بکنم. همیشه من نیاز دارم که برای کسی کار بکنم، یا اینکه میدونی آخرش اون استقلال رو نداری توی مهندسی. اگه مثلا اون مهر رو نداشته باشی آخرش اون استقلال رو نداری. و من به یک حرکت انتحاری اعلام کردم که آره من از یک ماه دیگه نمیام. و اینطوری بود که همه نه زما به خدا وقت تلف میشه، باید این کارو بکنی، دیگه تو که الان کار هست. ولی من واقعا از اون حاشیه امن اومدم بیرون و شهریور ماه 1403 با کارم خداحافظی کردم و گفتم اول از همه بهتره که به خاطر اینکه با سیستم آزمون نظام مهندسی اینا آشنا بشم، برای نظارت و اجرا کنم. و خب به طب خیلی نظارت و اجرا آسان‌تر از محاسبات و در اولین آزمونی که شرکت کردم نظارت و اجرا رو قبول شدم و خب خیلی خوشحال بودم از اینکه حالا 2 تا مهر رو گرفتم و اینا، ولی در نهایت ذهنم همیشه درگیر اون پول بزرگه بود، پول محاسبات. راستش بخواید بعد از اینکه آزمون نظارت و اجرا رو دادم و میدونستم حالا دیگه نوبت اون پول بزرگ است، یه جورایی جا زدم، ترسیدم. قبل اینکه شروع بکنم ترسیدم که نتونم، ترسیدم که از پس آزمون بر نیام، ترسیدم از اینکه شاید هیچ وقت به اون نقطه‌ای که دوست دارم نمیرسم. پس وقتی اینکه ذهنم رو آروم بکنم شروع کردم به پروژه گرفتن. توی خونه پروژه‌های دوباره ساختمانی کوچیک می‌گرفتم تا یکم ذهنم رو آروم بکنم که نرم سراغ اون مول بزرگه. ولی هرچی بیشتر پروژه می‌گرفتم انگار انگیزه من کمتر می‌شد. چون می‌دیدم که من دارم خیلی کار می‌کنم ولی آخرش به عنوان یک مهندس معرفی نمیشم. طراحی اصلی رو من دارم انجام میدم ولی اون کسی که مهرشو میزنه میشه طراح. من دارم وقت میذارم سبک سازی میکنم ولی اون که مهرشو میزنه ازش تقدیر میشه و شاید اصلا کسی ندونه من بک‌گراند این قضایا. و اونجا شد که در کوه شدیدی از حال بد، خستگی و بی‌حوصلگی گفتم که دیگه بس. خودم پرسیدم که اگه تا آخر عمرت همینطوری بمونی راضی هستی؟ و خب جوابم قطعاً نه. برای همین این چالش 75 روزه رو طراحی کردم تا برای همیشه این پرونده آزمون نظام مهندسی رو جمعش بکنم.
و این چالش فقط یک چالش برای قبولیت توی آزمون نیست. همونطور که اول ویدیو گفتم، اینجا میخوام یه ورژن بهتری از خودم رو بسازم. توی این چالش میخوام کتابای خودم آماده آزمون بکنم و برای آزمون کتابای سری عمران رو تهیه کردم. این حجم بزرگ که واقعا از وقتی که خریدم فکر میکنم مثلا اون شهری برای اینا هر سری نگاهش میکردم اینطوری بودم که وای. و خارج از اینکه حالا حجمش، مطالبی که توشم واقعا برای من یه ترس و استرس و قراره که شروع بکنم ترسمو بذارم کنار و یه کاری که همه میگن محاله رو شروع بکنم به انجام دادم. و در کنار این قراره برای زندگی من یه طرحی بدم. در کنار اینکه میخوام درس بخونم، میخوام روی دیسیپلین و رشد شخصی خودم هم کار بکنم. ظاهرش اینه که من فقط دارم برای آزمون نظام میخونم، ولی باطنش اینه که میخوام تبدیل به یک نسخه بهتری از خودم بشم. اگه مهندسی یا نمیدونی میخوای از چی شروع بکنی برای آزمونای نظام مهندسی، حالا چه اجرا چه نظارت، خب فکر کنم اونا راحت‌تر میتونم بهت کمک کنم. و اگر میخوای آماده محاسبات بشی، همراه من شو. حتی اگر دانشجویی و یه هدفی داری یا اصلا کلا میخوای روی رشد شخصی خودت کار بکنی، خیلی خیلی خوشحال میشم که توی این مسیر همراه من باشی. من در کنار اینکه میخوام این کتابا رو بخونم، یکی دیگه از چالش‌های 75 روز من اینه که روزی 10 صفحه کتاب بخونم که توی این 75 روز فکر میکنم که بتونم این 3 تا کتاب رو مطالعه بکنم. یکیش کتاب ذهنیت برنده است، یکیش کتاب توی ذهن بمانی و آخریشم چرا تا به حال کسی اینها را به من نگفت. این زندگی دیگه مدرسه نیست، دانشگاه نیست. قرار نیست یه ددلاینی برای تحویل پروژه داشته باشیم. قرار نیست در ازای تلاش هامون نمره‌ای بگیریم و توی یک رنکینگ نفر اول بشیم. بلکه این زندگیه خیلی بالاتر از. ولی ما باید پاسخگوی خودمون باشیم. خودمون نسبت به خودمون دیگه مسئولیم برای ساختن زندگی که دوستش داریم و از دنیای تنبلی و بهانه‌گیری باید بیایم بیرون. شاید مسیر سخت باشه، خیلی جاهاش خیلی تنها بشیم، پر از چاله چوله باشه، ولی این مسیر یک زندگی بهتره. جایی که شاید 5 سال دیگه خیلی به خودت افتخار کنی که توی این مسیر توان خودتو گذاشتی و شاید توی سختی‌ها آدم شکوفا میشه و میفهمه واو چه پتانسیلایی داشت. توی این مسیر دوست دارم که شما هم همراه من باشید، چه مهندسی چه دانشجو و شاید هم یکی که فقط دلش میخواد یک ذره رشد شخصیت داشته باشه. خیلی خیلی خوشحال میشم که با من همراهی. من قصد دارم که ویدیوهای روزانه بسازم، ولاگ درسی بسازم، روش مطالعه و برنامه ریزیمو باهاتون به اشتراک بذارم و این 3 تا کتاب فوق‌العاده‌ای هم که میخوام بخونم، دوست دارم که نظراتم، برداشتم از این کتابا رو با شما به اشتراک بذارم. خیلی خیلی خوشحال میشم که توی این مسیر با من همراه باشی. که تو هم دنبال اینی که زندگیتو توسعه بدی، رشد بکنی، خیلی خیلی خوشحال میشم که با من توی این مسیر همراه باشی. برام بنویس که تو توی این 75 روز میخوای به چه هدفی برسی و حتی اگر اینو نمینویسی برام بنویس که تو هم با منی، که بدونم تنها نیستم. خیلی خیلی خوشحال شدم که تا پایان ویدیو همراه من بودی. تا ویدیوی بعدی، بدرود.